سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دارم میرم کنسرت ددان. گفتم بلاگش کنم، شاید بعضیا دوست داشته باشن تجربهش کنم. من هیچ وقت فکرشو نمیکردم چاجی ددان کنسرتشو برم، یعنی تتلو رو فکرشو میکردم ولی دیگه ددان عجیب بود برام. خیلی خوشحال شدم. بعد فهمیدم کنسرت دارن، سریع بلیطو خریدم. الانم دارم میرم ببینم چیکار میکنن دیگه. تیکه های کنسرت رو براتون میذارم تا حدی که کپی رایت نخوره، شما هم ببینید و لذت ببرید. این چی پیدا کردم بیا تو دم در رده رو پا دری تو what the fucking اینجا چی کار میکنه وسط کوچه؟ خب بچه ها تقریبا دارم میرسم به سالن کنسرت، چون گفتن یه ساعت قبل اینجا باشیم و برای همین دیگه گفتن یه ساعت زودتر حضور پیدا کنیم. بعدم این که من تا حالا تو ایران کنسرت نرفتم، کنسرت رفتن رو خیلی دوست داشتم تجربه کنم، ولی خواننده هایی که بودن با سبکشون حال نمی کردم دیگه. ولی ددانو گفتم نمیشه نرفت، گفتم سریع بریم که داشته باشیم. امیدوارم که شما خوشتون بیاد. حالا برسم اونجا بازم ویدیو میگیرم براتون، با من همراه باشین جیگرا. بچه‌ها یه دوست جدیدم پیدا کردیم همینجا، یه هایی دوستی پیدا کردن پسرها. این دریا وسط فعلا وسط بیشتر بودم این دریا. حالا همه با هم آماده این همه؟ ببین میخوام با تو جایی بشینم یا که ازت حال ببینم، بدون تو خالی این شهر میدونی من جایی که میرم، چشمات کاری که میکرد با من هیچ راهی نمیکرد. میخوام واسه آخرین بار کنار تو شب من تو بمیرم، میخوام با تو جایی بشینم یا که ازت حال ببینم، بدون تو خالی
چشمات کاری نمی‌کرد با من هیچ راهی نمی‌کرد میخوام واسه آخرین بار کنار تو شب من تاره بمیرم تو بمیر فردا بشین کنار دردا یه بار به جای من باش ببین که تنها تو موجای غم
بشی اگه نشد که مثل هم بشی بره تلیفونه منتظرتی بگوشن توی قلب بشی اگه دیوونه هم بیرست کنی یا آخر برسه تشتکی من میگم جای تو باید میشی کنسرت تموم شد. خیلی کنسرت باحالی بود. انتظار نداشتم انقدر کیفیت بالا باشه برای دفعه اول، ولی واقعا چسبید. حالا اگه شهر شما اومدن حتما پیشنهاد میکنم که کنسرتشون رو برید. فعلا